این پسر عمدن توی کنکور همه جوابها رو غلط نوشت تا وقتی که برادر کوچیکترش برگشت و تحویل داد. همون موقع پسر شروع کرد به عوض کردن جوابها و نوشتن جواب درست، چون اون یه بار دیگه زندگیشو از نو شروع کرده بود. برادرش از روی برگه اون تقلب کرده بود، اما بعدش خودش اونو به عنوان متقلب لو داده بود. همه فکر کرده بودن اون از روی برادرش تقلب کرده، نه برعکس. شاید خدا دلش به حالش سوخته بود که یه فرصت دوباره بهش داده بود تا اشتباهات گذشته رو جبران کنه. قبل از شروع امتحان پدرش با لحن تحقیرآمیزی بهش گفت مواظب باش نمره داداشت خراب نشه، اون باید بره دانشگاه آکسفورد. پسر با شنیدن این حرفها دوباره پر از خشم شد. توی زندگی قبلیش برادرش همیشه از روش مینوشت و همه فکر میکردن اون نابغه است و نمره‌هاش بهتره. پسر وقتی چهره ریاکار برادرش رو دید، یه سیلی محکم زد توی صورتش. پدرش بلافاصله از پسر کوچیک دفاع کرد، اما پسر بزرگتر تصمیم خودش رو گرفت. گفت از این خانواده میبرم و این بار نمیذارم برادرم موفق بشه. توی جلسه امتحان عمدن خواست صندلی جلوی برادرش بشینه، چون برگه های جلو و عقب دو نسخه مختلف داشتن، نسخه A و B. خیلی زود امتحانش رو تمام کرد، اما وقتی رفت برگه رو تحویل بده، دید جوابهای برادرش دقیقاً مثل خودش بودن. با خودش گفت چطوری ازم تقلب کرده؟ بعد فهمید که برادرش عمدن روی برگه نسخه B خودش آب ریخته بوده که مراقب مجبور بشه یه برگه جدید هم نسخه با برگه اون بهش بده. اونجا بود که فهمید برادرش حسابی هیله‌گره. تو امتحان بعدی یعنی ریاضی رفت یه جای کاملا دورتر از برادرش نشست. برای آخرین سوال هم یه روش خاص خودش رو نوشت که هیچ کس بلد نبود. اما درست وقتی می‌خواست برگه رو تحویل بده، برادرش زودتر تحویل داد و با غرور گفت من یه روش جدید برای حل این سوال اختراع کردم. وقتی پسر بزرگتر برگه خودش رو تحویل داد، با ناباوری دید که مجددا جوابهای برادرش بازم مثل خودش بود. اینجا بود که به شک افتاد، شاید برادرش داره به یه طریق جاسوسی میکنه. حتی قلمش رو چک کرد ببینه توش دوربین مخفی کار گذاشته یا نه، اما هیچی پیدا نکرد. برای اینکه دوباره فریب نخوره یه نقشه کشید. این بار عمدن همه جوابها رو غلط نوشت و صبر کرد تا برادرش برگشت رو تحویل بده. بعد سریع همه جوابها رو پاک کرد و درستا رو نوشت. وقتی برگشت رو تحویل داد، برادرش ناگهان بلند شد و فریاد زد این از روی من تقلب کرده. اما این بار پسر خیلی خونسرد بود. وقتی برگشت رو جلوی برادرش گذاشت، اون خشکش زد، چون جوابهای پسر کاملا با جوابهای خودش فرق داشتن و نقشه جدید پسر بزرگتر گرفته بود.